با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، سلبریتی و هنرگند عزیزتون هستم. یکیشون که به اسم مادر فولادزره که از شاعرای نامدار عصر جدید هم می باشم که ارادت زیادی به رئیس جمهور عزیز و رأی داده و رأی خواهم داد و تشویق خواهم کرد. امروز در این محفل که پر از اساتید و انواع اقسام جیره‌خورها هستند، دوست دارم شعری را که تازه سروده‌ام برایتان رو بخوانم. اجازه بدهید. گلوله خورد به لوله لوله لولو لول. خوشتون من؟ با چتونه؟ خب شعر دیگه، با اجازه بدید. گلوله خورد به لوله 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 لولو لو. به نان روز 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 روز. بزی را دیدم با با با. آره دیگه. بزی با صورت کریه آمد با با با. ناگهان روحانی را دیدم روح روح روح. روحانی آمد گفت عزیز زیز زیز زیز. بیا رای بده رای رای رای. گفتم روح 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 روح. اگر من رای داد 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 داد. چه خواهد گرفت 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 گرفت. گفت عزیز من بز من با 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 با. رای بده که در مقابلش پول پول پول. که می شود جیر 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 جیر. جیره دیگه جیره جیر جیر جیر. من پریدم هوا هوا هوا. آره دیگه شعره دیگه. فکر کنی همه حافظ سعدی هم ملت نمک نشناس. میدونی من چقدر رو این کار کردم؟ کجا بدیم؟ پول پول پول. گفتم رو رفتم رو هوا هوا هوا. حزب باد 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 باد. ما رأی دادیم به روح روح روح. جیره آمد اما کم کم کم. بزی بود با صورت کری با 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 با. نه بابا، من قرصای اعصابامو خوردم. آره بابا، نه دیوانه نیستم. چتونه با خوشتون من تا الانش شعرام بسیار زیبا بود نه؟ آره والا. بازم بگم دستور آمد از بالا لا لا لا. راستی موهامو مامانم چتریامو مامانم زده برام. جیره کم شده الان دیگه. قبل ما گذاشت تو چیز کرد دیگه. چطوره با قرص اعصاب میخوریم؟ آره میخوریم، یه چند تایی هم میخوریم. آره هزیان. دستور آمد از بالا لا لا لا. گفت سرگرم کن این مردم را 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 را. ما گفتیم دست مزدش بالا لا لا. گفت الان نداریم بدهیم. بخوان بخوان و سرگرم کن آن مردم را. نگاهی کردم به آن بز کریه الفیس با با با. در دلم فوشی دادم فوشهای بد 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 بد. اما جیره را گرفته خورده رو رو رو. روحانی آمد و آره دیگه روحانی. ما رو رو رو. مردم را تشویق کرده رای رای رای. که بتوانیم صباحی دیگر نشخوار خار 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 کرده از آخر خور خور خور. همانند آن بز با 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 با. که بمانیم و نقشی گرفته در این دیوانه خانه خا 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 خا. خوبه؟ میگی چقدر من با استعدادم.
برید دیگه من دیگه همه دیگه تلنتمو که نمیتونم به شما نشون بدم و این قسمتی از هوش و ذکاوت و شاعر بودن من رو دیدید. آکله هستم، آکله فولادزره، و در آینده شما رو از شعرهای زیبای خودم مطلع خواهم کرد. برید روزتان خوش. به آفتابه را قبول کن یا لوله آفتابه را لول چه خوشمان می آید از دلار را ای با یادم رفت که بسته. فعلا خداحافظ تا شعر بعدی. بای. مایل مبهم که شنگ ندارد گلوله ولی به 60 ماشه به جنبان فقط به نال بلی اما بزیست قعر گلویم دوچار بزی که شکل کریهی به خویش میمالد جدار نای مرا با خشونتی ممتد بلی واکن به دنده دندان و تیزی ناخن